سلام به همه دوستای عزیزم. امروز میخوایم با هم کوکی رژیمی شکلاتی درست کنیم که بدون قند و بدون آرد سفیده. خب اول 2 تا تخم مرغ توی ظرف میشکنیم و بهش 30 گرم کره بادام زمینی اضافه میکنیم، هم میزنیم تا یه دست بشه. حالا به 60 تا 80 گرم استویا اضافه میکنیم، 60 گرم کافیه. حالا اگه خواستین شیرین تر بشه بیشتر اضافه کنیم، ولی من 60 گرم اضافه کردم. هم میزنیم تا یک دست بشه. هفتاد گرم آرد جوی 2 سرپرک اضافه میکنیم با 30 گرم پودر کاکائو. اینا رو روی موادمون الک میکنیم. با لیسک هم میزنیم تا یک دست بشه. فر رو از قبل روشن کنیم. رو دمای 170 درجه باید گرم بشه، 170 درجه سانتیگراد. بعد اینکه کامل داغ شد، حالا کوکیایی که آماده کردیم رو باید بذاریم تو فر. برای اینکه اینجوری گرد بشه من از این اسکوپ زنه استفاده کردم. شما میتونید با همون قاشق هم این کار رو انجام بدین. روش هم با چند تا گردو تزیین کردم و به مدت 10 دقیقه توی فر گذاشتم و آماده است. امیدوارم درست کنین و لذت ببرین. اگر خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم که کانالمون رو لایک کنین و به دوستاتون معرفی کنین و ما رو سابسکرایب کنین و نظرات و سوالاتتون هم تو کامنت ما به اشتراک بذارین. خیلی ممنونم ازتون.